سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به مستر دکو خیلی خوش اومدید. قسمت 7 سریال قهوه پدری یا پدر قهوه. یه نکته خیلی جالب بود که من حتما باید بگم. چندین برنامه اوایل من گفتم این فیلم شباهت داره به یک فیلم یا یک سریال یا یک کتابی که من دیدم و خوندم. خیلی ممنون که از علی دلگشایی اینو توی برنامهش گفت. اسمال تایم کروکس یه کاری هست به نام دزدهای خرده پای وودی آلن که اونا پیتزا فروشی میزنن، میخوان بانک بزنن، یه همچین حالتی. و میدونم که دقیقاً کرکتر وودی آلنه، کرکترهاییه که توش استفاده میشه. ولی اون فیلم کجا و این سریال کجا؟ بریم و برگردیم در موردش صحبت میکنیم با هوتن، محمد و نگاه، ببینیم که توی این قسمت و چند قسمت قبلی چی دیدن و چی جوری. سلام میکنم به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قهوه پدری مهران مدیری قسمت 7. من از قسمت قبلی، یعنی از قسمت 6 اوکی شدم با سریال، یعنی شوخیاش برام جا افتاد. بخوام به طور کلی بخوام بگم، ما انتظار داشتیم وقتی که مهران مدیری میاد یه کاری رو میسازه مثل همیشه یه کمدی خفن باشه، پر از طنزای جدید که منو بخندونه. ولی خب مثل همه کارهای آقای مدیری که بارها هم اشاره کردیم توی همین برنامه‌ها درباره قهوه پدری و کارهای دیگرشون، که میان معضلات اجتماعی رو به صورت نقد توی سریال میارن. ولی من فکر میکنم که وقتی که خودمون تمام این حقایق رو میدونیم و وقتی میخوایم یک سریال کمدی ببینیم، قطعا میخوایم بخندیم، نمیخوایم غمگین بشیم. ولی خب تو قسمت‌های اول قهوه پدری خیلی از نظر داستان و شخصیت‌ها برای من جذاب نبود. ولی تو این دوتا قسمتی که گذشته احساس میکنم که شوخی‌ها بهتر شده. یعنی اون تم کارهای مهران مدیری رو ما داریم توی قهوه پدری میبینیم و بازیگرها توی نقشاشون جا افتادن. من تا 2 قسمت قبلی درباره شخصیت‌ها هم مشکل داشتم، هنوزم دارم که شخصیت‌ها تکراری هن. ما این شخصیت‌ها رو توی خیلی از کارهای آقای مدیری دیدیم و قطعا خواهیم هم دید برای بعدها. ولی باز الان برای من یکم جذابتر شده و فکر میکنم دارن تلاششون رو میکنن که یک کاری که طنز باشه رو به ما ارائه بکنن. فیلمنامه خاصی نیست، الان مهدی اشاره کرد و من انتظارم باز همین بودش که توی قهوه پدری بخوام مثل سریال های قبلیش، پاورچین، نقطه چین یا همون قهوه تخت که من همچنان هنوزم دوستش دارم، سوژه های بهتری ببینم، تیکه های بهتری ببینم، یه چیزی که بردارم برای خودم و استفاده کنم، مثل تیکه های قبلی که همچنانم داره استفاده میشه. اما بی‌انصافی نکنیم، توی این 2 قسمتی که گذشته حداقل بهتر شده همه چی و داستان داره جذابتر میشه، داره به یه سمتی میره که باید میرفت دیگه. از اون مثلا شلختگی و اینکه پراکنده بود و منسجم نمیشد روی قصه اصلی، یکم فاصله گرفته و داره پیش میره و امیدوارم که رفته بهترم بشه، یعنی تو قسمت‌های آینده. چون چیزی که از مهران مدیری انتظار داریم قطعا یک سریال جذابه که بعد دیدنش همه هم لبخند بزنیم هم لذت ببریم. سلام میکنم به همه، مخلصم. محمد جان، مشتاق دیدار، خیلی وقت بود خبری ازت نبود و یعنی ما که خبر داشتیم ولی ما که اومدیم اینجا خود شما کمتر به علت گرفتاری سعادت داریم که ببینیمت. نگار جان، میخوام ازت بپذیرم این صحبت ها رو، خب که شوخی ها جا افتاد و اینا، که اصلا میخوام با این دید بیام جلو که جا افتاده ولی واقعا جا نیافتاده. نگاه، یعنی من اصلا ناراحت میشم این فیلم رو میبینم و آقای مهران مدیری و قضیه آب نباتش رو که میبینم ناراحت میشم. و این اسمال تایم کوکیز هم که مهدی گفتش، بسیار فیلم خوبیه، بسیار فیلم خوبیه و میدونی مال چند سال، مال سال فکر میکنم 2000 باشه. آره 2000. و داستان اینه که اینا الان مثلا میخوام بانکو بزنن، کافی شاپ دارن، اونا پیتزا فروشی میزنن، پیتزا هاشون نمیگیره، در کنارش یه سری شیرینی میپزن، خب، و شیرینیه میگیره و میلیاردر میشن، اصلا تونلشون هم میرسه به پایان ولی شیرینی حالا میمونن سر دوراهی که این همه پولو بدزدیم یا نه ما که داریم کار میکنیم
به کارمون ادامه بدیم. و یه چیزی داره، من الان نگاه کردم، من واقعا انقدر سواد انگلیسی ندارم، ولی اسمال تایم کوکیز که نوشته، کروکس فکر کنم کوکیزه. گفتم شاید از این لغتاییه که علاوه بر خورده پا به اون کوکیایی هم که اینا می‌پزن اشاره میکنه که همچین چیزی نبود. من مثلا این قسمت اولا 2 تا تبلیغ دیدم، یکی همون دستمال کلینیکسی که دفعه قبل بود و یکی همون قهوه بونمانویی که کامبیز دیرباز تو پدرخوانده بارها و بارها تبلیغشو کرده بود و اصلا شاید بگم از 50 دقیقه برنامه یه چیزی هلوش 10 دقیقهش به این ربط داشت و داستان به این شکلی که من مثلا میخوام بگم به نظر شما شخصیتی که آقای جواد رضویان کار بازی میکنه، خب حالا علاوه بر همه اون کارهایی که داره میکنه، به نظرتون یه خود ببین ما زنش رو حسود میدونیم، خودش رو حسود نمیدونیم ظاهرا، ولی این دفعه من دیدم که توی افتتاحیه که نشسته بود شروع کرد هی میگفت حسود بازی در آورد، یعنی میخواد بگه این تغییر کرده با وجود زنش، از اول اینجوری بود ما نمیدونستیم، بعدا اگه تونستی واسه من توضیح بده. و واقعا من نمیدونم بچه‌ها، مثلا آقایی که توپله که دفعه پیش گفتم شاید با این آدم بشه آدم بره مسافرت و خوش بگذره و بخندی، سالی میزد برعکس میخون دوباره دست در آتش دست آتش. واقعا اینا الان شوخی و چیز میکنه. کاش مهران مدیری با اون رفیقش ناصر تونل و یکی دیگه ستایی بغل هم یه دونه سریال درست میکرد که این ستا یه کاری دیگه میکردن. اون ناصر تونل هنوز جذابه. و من چیزی که نمیدونستم، دیروز با یه کسی یه جایی بودم، من فکر میکردم واقعا همینقدر دم از کار افتادن، تلفن از موبایلش زنگ زد و 10 دقیقه راجع به یه سکانسی صحبت کرد با این خانم و من تعجب کردم، فکر کردم واقعا اینقدر کاملا سر حال صحبت کرد و من خیلی خوشحال شدم. اردشیر کاظمی کاملا سر حال صحبت کرد و من چقدر خوشحال شدم که این آقا سر حاله، واقعا اینطوری نیست که ما میبینیم. به هر حال من شما میدونید که نسبت به مهران مدیری و طنزش چه طرز فکری دارم، بارها گفتم سلیقه‌ای من نیست، ولی همین که الان نگاه میگه تا یه حدی تو این قسمت‌ها جا افتاده میتونم ازش بپذیرم و اطمینان میکنم فعلا بهش. ولی من داستانی که ما تاش میدونیم قراره چی بشه و ناراحت میشم بیشتر، میدونید، از اینکه آقای مدیری با تمام هنری که داره، با تمام سوابقی که داره، هم چیزی که میسازه، ته دلم یه خورده قصه میخورم. دیدید که مثلا توی جمعایی نشستیم و یه دفعه مثلا یه نفر داره یه حرکتی میکنه، بعد شما مسخرش میکنین ولی مسخره کلامی نمیکنین، مسخره بصریش میکنین، مثلا میگی اینجوریش میکنین. بچه من منتقدی نیستم که بخوام بیام میگم خب در اصول رالیستی باید میمیک صورت ده. نه آقا، وقتی میخوایم مسخره بکنین اینجوری میکنیم. احساس نمیکنید مهران مدیری در جامعه سریالی رو ساخته، برای خودش ساخته، گفته پولش هم در میارم، دمم گرم، پولش هم در میارم. هرچند من یه ذره با مهران مدیری یه هفته یه زاویه خیلی عجیبی پیدا کردم، بعداً در موردش بیشتر صحبت میکنیم. ولی مثلا خانم بیتا سحرخیز همون آدمایی نیستن که ما اداشونو در میاریم میگیم اینا رو نگاه کن چه اینجوریه چه مهران مدیری همونو برای ما خلق کرده. میگه این آدما چقدر چندشن، این آدما چقدر کریهن، این آدما چقدر بدن و میتونیم ما این قیافه ها رو ازشون ببینیم. من میگم بیام از یه وجه مهران مدیری خوبش هم ببینیم. بگو تا بریم سراغ من متوجه میشم این صحبت تو، ولی تو مثلا این خانم زن آقای جواد رضویان توی سریال، تو آدم اینجوری تو مملکت دور و برت میبینی؟ نه نمیبینیم. نه این مدلی نیست، ولی تو تصوری که میکنید یارو دختره بود اینجوری صحبت که اینطوری بود. دیدی مثلا توی یه فروشگاهی میبینی یه دختری داره خرید میکنه، خیلی داره آب و فوت میکنه، میخوره، نمیدونم سوپو با چنگال میخوره، از این چوسان فیسانای الکی. این همون آدمان، ولی با یک میمیک اینجوری داره کامل به ما نشونش میده. حالا من یک برنامه ضبط کردم در کانال مستر دکو، میاد بالا، یه ذره از محسنات سریال گفتم که چه خواهد شد. و یه نکته دیگه بهت بگم، من فکر میکنم هوشمندی مهران مدیری بوده یا از دستش در رفته.
اگر دقت کردید صحنه‌ای که اوق میزنه میریم تو تبلیغات، آیا این براتون نشونه‌ای داره؟ اوق میزنه میریم تو تبلیغات، یعنی که بابا حالمون بد. من اگر این تصادفی باشه که هیچی اصلا، ولی اگر تصادفی نباشه دمت گرم مهران مدیری، یعنی با این اوق زدنت رفتی تو گفت آقا تبلیغ منو بذار اینجا، هیچکی نفهمیده. حالا منو اگر میگم چیز میکنم، این اوق زدن وقتی میریم تو تبلیغات یعنی که بابا داری گن میزنی تو کار ما، بسته تبلیغات وسط کار. اگر این هوشمندانه باشه دمت گرم، ولی اگر همین طوری باشه که بازم دمت گرم، جای خوبی اوق زدی. بعید میدونم آقای مدیری به هر ترتیب آره یک چیزی الکی انجام چون بده. تبلیغات بهتون میدم میگن اینجا چیز تو میدونی که چی کار باید بکنی اون لحظه تو تدوین. حتی مهدی چی گزارشی که دادن به ما این بود که توی مثلا 14 دقیقه اول بین دقیقه 12 تا 14 باید باشه. دقیقاً آره. مثلا من الان تو اون چارت نوشتم داریم زیرنویس و دوبله و چیزا رو میگیم بزنن، یا مثلا تهران 28 ژانویه 1364. آقا هایزنبرگ بنده رو پذیرا باشید. مرسی از همه دوستانی که وقت رو در اختیار من قرار گذاشتن. هوتن جان ما هم دلتنگ بودیم، کم سعادتی از ما بوده قطعاً، و اینکه مهران مدیری قهوه پدری یا هر چیزی که ساخته ببینیم چه خبره. آقا به نظر من خیلی دارید محبت میکنید، به خاطر اینکه حالا من نه منتقدم نه اصلا تخصص خاصی تو نقد دارم که بیام نظر خودم به عنوان دهه 70 میخوام بگم، خیلی هم راحت میخوام این حرفو بزنم. با 100 فول کافئین قهوه رو خوردم، نشستم این قسمت رو دیدم، وضعیتی که تو تصویر، یعنی وضعیتی که به من دست داد در حال دیدن سریال آقای مدیری، چیزیه که الان شما داری عکسشو میبینید. دقیقاً من این شکلی شدم، یعنی 10 دقیقه اولی که داشت میزد دیگه رفت چشام، من مونده بودم سریاله بده یا قهوه بد بوده. طبیعتا قهوهش که هر روز میخوریم همون بود، قطعا سریال خواب‌آور بوده. به نظر من خیلی ضعیف‌تر از ویلای منشه و من اصلا در نمیاد سریال، اصلا نمیدونم باید به چی بخندم. همچنان پشت صحنه‌هاش خنده‌دارتر از خود سریاله. این ضعف سریالو نشون میده، سریال کمدیو، که تو به پشت صحنه‌هاش همچنان مثل کارهای قبلی مهران مدیری بیشتر میخندی، تا اینکه اصلا من نمیدونم سریال رو میبینم بعد دنبال چی باشم، بخندم. نقد اجتماعی یه خورده هچل هف شده و ریتمش واسه من کنده، با اینکه این قسمت سعی کرد رقصنده بیاره، یه خورده آب و تاب بده، کاراکترها در نیومده. جواد رضویان به نظر من افتضاح ترین تیپیه که بازی کرده، نمیخوره بهم. اگه بیتا سرخیز توی قهوه تلخ این حرکت رو میزد من نقشش رو قبول میکردم، بعد اینجا که یه خود ریل تره، یه خیلی اینجوری خوشم نمیاد، دلمو میزنه. مثلا چرا ای بابا اتی تو اینجا بود با همون فرم دل منو میزد، چون یه خود ریل تره این نسبت به قهوه تلخ، یه خورده تخیلش کمتره، به واقعیت نزدیکتره. بدون اغراق بگم واقعا دوستش ندارم، یعنی به نظر من خیلی از بیننده هم به خاطر بازی آقای درخشانی، خانم صامتی همچنان دارن دنبالش میکنن. کاراکترهایی که به عنوان بچهای خانواده هستن از نظر من خوب در اومده، یعنی تونستن خودشون یه خورده جا بندازن. میگم هوتن نظر شخصی منه، مثلا پسراشون که مامانی یا اینکه اینا بالاخره تونستن یه چی در بیارن، ولی جواد رضویان یا خدای مدیری یا درخشانی که انتظارا خیلی بیشتره ازشون، به نظر من کاراکترشون در نیومده. حوصله سربر شده یه خورده، یعنی آدم انگار همش میدونه میخواد چه اتفاقی بیفته. حامد آهنگی که به عنوان مثلا یه طناز یا کمدیانی که دیگه هممون میشناسیمش، عملا بازوی قوی نیست تو این سریال، یعنی به نظر من خیلی میتونست کمک کنه به این سریال. تنها نکته مثبتی که تو این سریال میبینم این که اسپانسرش قهوه بونمانوه که فکرم برادرم 1-2 هفته از نمایندگیشو گرفته، ایشالله تبلیغ کنه یه خورده کارشون بگیره. در خدمت. میگی که یه سری نکات خوب درباره‌اش صحبت کردی، همین بازیگرایی که ازشون اسم بردی و حالا شخصیتایی که وجود داره، پس میتونیم بگیم که نکات مثبت هم داره، یعنی منفی 100% نیستش از نظر من، و این خب خودش حداقل خوبه.
و من یه دیسلایکی دادم، گفتی از ویلای من بدتره. من دیسلایک دادم و فکر کردم با دراکودا و هایلو داری مقایسش میکنی. یه لحظه اشتباه متوجه شدم، ولی موافقم باهات. بعد از ویلای من کار مهران مدیری یکم رو به افول رفته، همچنان هم همینه و قهوه پدری هم احتمالاً ادامه همون دراکودا هیولا یه جوری، یعنی تمی که داره، شخصیت هایی که داره، انتقادهایی که میکنه دقیقاً همه اون شکلی هست. اما شوخی جا افتاده، شوخی ها، ببین وقتی اینو قبلا هم دوباره گفتیم، وقتی یه موضوع یه چیز بیمزه ای رو تو 1000 بار بگی، بار 1001 ممکنه طرف بخنده. اینا دقیقاً همین شکلیه. خب ولی به نظر من باز بهتر شده، انگار که مثلا نویسنده وقتی شروع کرده به نوشتن دستش راه نیفتاده بوده برای اینکه شخصیت ها رو بامزه تر بکنه، تیکه های قشنگتری استفاده کنه، ولی الان بهتر شدن و منصفانه من میخوام در موردش صحبت بکنم. بهتر شده یا عادت کردی؟ ببین نه، من کلا کار طنز نمیبینم، یعنی اصلا فیوریت من نیست. من خیلی از سریال های طنز رو ندیدم چون اصلا توی ژانر من نیستش. اینم حالا دارم میبینم، اولا به خاطر اینکه باید در موردش صحبت بشه و نمیشه ندیده بیای حرف بزنی و برای همین فکر نمی‌کنم برای من عادت باشه. ولی حالا شخصیت ها رو من یه سریاشون رو دوست دارم، یه سریاشون رو که خودتونم از بردین دوست ندارم، چون تکراره، مثل همون جواد رضویان، مثل خانم سحرخیز که بعد هوتن گفتش که این حسود نبود. ببین این به نکاتی که، یعنی به مردایی که زنش صحبت میکنه حسادت میکنه، نه حسادت، میخواد از اونا خودش رو بهتر نشون بده. فقط هم فکر میکنم به خاطر بچه دار شدنه و چیز دیگه ای هم نداره. اون مانو کلا اسپانسر فیلمنت دیگه، باید اسمش همه جا باشه و باز من خیلی خوشحالم که حداقل تبلیغ این وسط جواب میده، مثل خیلی از چیزای دیگه یه دفعه نمیاد وسط یک سریال جنایی جعبه ابزار نشونت بده، نمیدونم پوشک نشونت بده. باز این حداقل برای من بهتره توی اینها. و یه مشکلی هم که خب کلا همه طرفدارای سریال های طنز و حالا یه جورایی کسایی که مهران مدیری رو دوست دارن، نه اونایی که خیلی دیگه وسواسی و بی منطق دوستش دارن که این کارم میگن وای عالیه بی‌نظیره، همیشه بهش اشاره کردن که یکم کار تکراری، شوخی ها جا نیفتاده، مهران مدیری همیشگی نیست، طنز خاص خودشو نداره و منم قبول میکنم نکات منفی داره، شاید بیشتر از نکات مثبتش، ولی 100% منفی نیستش. ولی با توجه به اینکه مهران مدیری همیشه 4-5 قسمت اولش انقدر کنده دیگه، کارهاشو دیدین و میدونید، شاید قسمت اول، دوم، سوم خستت بکنه، بعد موتور روشن میشه، میره جلوتر و درگیرت میکنه. امیدوارم تو آینده این اتفاق بیفته و میگم توی قسمت‌های بعدی میتونیم بگیم که 100% مهران مدیری این کارو درست کرده، یعنی کارهاشو میتونیم بگیم که خب این مثل همه کارهای مدیری چند قسمت اینجوری و بعدش رفت ترکوندش. و در مورد یه چیزم بگم، بازیگری سام درخشانی من دوستش دارم توی این کار، شاید یکم تکرار نقش داوین چیزشه، اما به سام درخشانی کنار پژمان جمشیدی خیلی طنازه، خیلی بامزه است. اینجا خیلی چیز نیست از نظر من و خانم سامتی هم همینطور خیلی تکراریه. یه سوالی ازتون بکنم ببینم به چش شما من. یه سری موسیقی من می‌بینم در حین سریال که روی صحنه ها هستش، به نظرم بد نیست، یعنی موسیقیاتی که دیگه نمیدونم شما نظرتون چیه، شما میشنوید اینو یا؟ ببین هوتن، یکیش همین موسیقی بود که امروز پخش شد که یکی از کارهای ترک بود، خواننده‌های ترک مونده بود، همون لحظه که شروع کرده پخش کردن به مهدی گفتم آهنگ ترکی داره پخش میکنه که اصلا خواننده‌اش فکر کنم ابراهیم تاتلیس بود، مطمئن نیستم چون خیلی دقت به اون صدا نکردم. گفتی موسیقی منم اضافه بکنم، وقتی میگم به کار مهران مدیری مثلا رقص آذری که وجود داشت گروهی، خب تو تمام کار مهران مدیری داره به یه شکلی میبینی. من اینو دوست داشتم که داره مثلا سبک خودشو داره و اینا رو میاد نشون میده، به نظر من بد نیست. یعنی من خوشم اومد اون یه تیکه‌ای که اومدن رقصیدن و همه چی یه جوری هپی بود، یعنی چون کاره مهران مثلا دقیقاً یاد قهوه تلخش که توی قسمت اول اینجوری بود و آره برام جذاب بود. من شخصا میگم مشکل با کارهای آقای مدیری واسم هیچ وقت جذاب نبوده. من اشکال حتما از من 100%، چون کارهای خیلی خوبی داشته که یک عالمه آدم منتظرش بودن تا ساعتش شروع بشه که ببینن خیابونا خالی شده و مشکل یعنی سلیقه هامون به هم نمیخوره. ولی تو این کار من فکر کنم خیلی ایراد هست و
سعی میکنم فقط اگر برنامه خواستم شرکت کنم حتما میبینم، با دقت هم میبینم که اینجا یه موقع خدای نکرده حرف بی ربطی نزنم و سعی میکنم به خانم نگاه اطمینان کنم تا ببینم که خود بره جلوتر ببینید. محمد الان میگه من هیچی ندارم دیگه بگم. آقا من دیگه چی بگم؟ همه گفتنی‌ها رو گفتم. نه، مشکلی که من با این کلا سریال دارم وقتی که نگیره منو سریال، طبیعتا به موسیقیش و هیچ چیش نمیتونم دقت کنم، چون داره ذهنم دنبال چیزای اصلی اول میگرده. که بیشترین به نظر من مشکلاتی که داره سریالش اینی که برداشته مثلا الان همین سام درخشانی آدم میبینه تیپشو یاد مسعود شصتچی میفته، همه شخصیتاش تکراری هن. یعنی خود مدیری، خود درخشانی یا حتی جواد رضویان چی مابین آقای کاووسی بود که خیلی حرفا رو میپیچون که افتضاح آقای کاووسیه، یعنی اصلا نتونسته این نقششو در بیاره به نظر من. آقای رضویان تیپایی نیستش که تو مثلا بگی هم جدید باشه هم مثلا تو رو جذب. مثلا خانم جال صامتی زیرخاکیه دقیقاً، یعنی من هم یکی باید بهش بگه آقا اون تموم شد اون فیلم. اینکه همش تو این حالتی دیگه بسته دیگه، بریم سراغ مثلا پلن بعدی دیگه. تو همه سریالات چون گرفته دلیل نمیشه مثلا تو این کارم شما انجام بدی. من با نگاه موافقم، منم با اون رقصا خوشم اومد، ولی در صورتی که تو جای درستش استفاده شه. من وقتی با ریتم سریال هنوز اوکی نشدم اونو به چشم من احساس کنم آب بسته، ولی وقتی سریال درست باشه اونو به جا بیاره میگم عجب کار قشنگی کرد. مثلا هم یه بکی زد به سریالای قبلش، هم یه فرهنگی رو داره نشونمون میده که رقص محلیمونه اینا. ولی چون خواب‌آور واقعا سریال خیلی برعکس این که قهوه است، در مورد قهوه است، یعنی کافئین و اینا خوابو میپرونه. واقعا خوراک زمستون و پاییزه سریالش، یعنی شما پتو رو بذاری یه خورده هوا هم سرد باشه 5 دقیقه اول چشا رفته. تنها نکته مثبتی که مهدی میتونم بگم این که عوامل ساختشه، یعنی از فیلم برداری و بچهای صحنه و اینا واقعا سنگ تموم گذاشتن، کیفیت خیلی خوبی رو دادن بیرون، هم نورپردازی هم بالاخره لوکیشن های خوبی در آورد طبق معمول. یعنی مدیری همیشه کاراش شسته رفته است توی این ساختش. الان بیشتر به نظرم مشکل کارگردانی و فیلمنامه داره. بچه‌ها من نظری که دارم میدم کاملا به ربط داره به خود آقای مدیری ها. یعنی اگر این سریالو مثلا دارم میگم من ساخته بودم شاید خوب بود، داریم خودش رو با خودش مقایسه میکنیم، یه موقع سوء تفاهم پیش نیاد. آره لول آقای مدیری دارم با دید به چشم آقای مدیری نگاش میکنم و اینجوری فکر میکنم. اگر بخوام به چشم یک کارگردان ناشناخته‌ای که تازه داره کارشو انجام میده نگاه بکنم، مثلا فکر کن کارگردانش آقای حامد آهنگی بود آره میگفتم ای بد نیست. مرسی که اینو گفتی، چون دقیقاً وقتی که ایراد میگیریم به کار قهوه پدری به خاطر اینکه انتظاری که از مهران مدیری داریم و همیشه خیلی خوب یه کارهایی میساخت که موندگار همچنان هم هست. حالا نمیگم آخریه چون آخری هم یه جوری شبیه همینه و حالا میگی که اعتماد میکنی به حرف من، مرسی خیلی برام ارزشمنده. ولی من میدونی چه جوریه وقتی که مثلا سریالو میبینم، من تو قسمت 4-5 تا اول خیلی باش مخالف بودم ولی الان موافقم. یعنی نظر واقعیمو درباره این 2 تا قسمت‌ها دارم میگم، شاید هفته بعدی بیام بگم وای افتضاح بود فلان بود. یعنی چون فکر میکنم رسم مستر دکو اینه که هر سریالو اولین چون قسمتی میایم توی اون قسمت و با کلش مقایسه مثلا میایم در موردش صحبت میکنیم. برای همین اینا رو گفتم، وگرنه انقدر شهامتشو داشتم که بعد از اون همه مخالفت اومدم میگم نه من این قسمتو بعدم نیومده، قسمت قبلی هم بعدم نیومده، داره بهتر میشه. خیلی ممنونم که تو برنامه بودین، دمتون گرم. بسپاریم به دست بچه‌ها کسایی که تو کانال مستر دکو میان برنامه رو میبینن، نظرات شخصی بچه‌هاست، غیر قابل تغییره. شما تو کامنت ها نظرات خودتون رو بدین که اگه کامنتی میذارین نظر خودتون رو بدین، دلیلی نداره کسی بیاد نظر کسی رو نقض کنه. آقا نه نظر ما این است، نظر شما چیست؟ دمتون گرم. درباره مهران مدیری هم بعدن خیلی برنامه ساخته شده. خودم یه برنامه ساختم که 20 مرد قدرتمند، خیلی مهربونه، دست دلباز داره، به همه کمک کرده، 500 میلیارد به اون داده، 10 میلیون گوشی برای اون خریده، خیلی کارا کرده، پشت صحنه هوای همدیگه، پوشک اون عوض کرده. همین آقای خیلی کارا میکنه، مرد بزرگیه، تاج سر ماست. بعدن من با مهران مدیری کار دارم، بعدن باید بیایم یه ذره باهاش صحبت کنیم که
درباره موضع‌هاش در یکی دو سال اخیر بیشتر با هم صحبت کنیم. هر کی اولا غیرتی شد میخواد لباس بدره که چرا به مهران مدیری این حرفو زدی، این حق منه. من یه رأی دارم، دوست دارم به مهران مدیری بگم نه. ولی در مورد سریالش میخوام ازش توی برنامه مستر دکو تعریف کردم، میتونید بعداً برید اونو ببینید. گفتم با نگاهی دیگر. مرسی هوتن عزیز، متشکرم محمد، مرسی نگاه، خیلی ممنونم که بودین. دمتون گرم. چقدر هم تند صحبت کردم. شب و روزگارتون خوش.